محمد درکه هستم، مدیر وبسایت مهاجرتی کوچکن. اگر که میخواید اطلاعات کلی در رابطه با روش‌های مهاجرتی کشورهای مختلف داشته باشید، ما بیش از 100 ویدیو رو براتون آماده کردیم که شما میتونید با توجه به نیاز و کشور مقصدتون به اونها مراجعه بکنید. علاوه بر اون، اگر که نیاز به مشاوره تخصصی تر داشتید، میتونید از طریق وبسایت kuchkon.com کشور مد نظرتون رو انتخاب بکنید، وقت مشاوره رو رزرو بکنید تا مشاورین ما در اسرع وقت راهنماییتون کنن. بریم در رابطه با موضوع این ویدیو با هم دیگه صحبت کنیم. خب، استادی پرمیت توی روسیه. در رابطه با روسیه باید خدمتتون عرض بکنم که اگه بخوایم حالا شهریه‌های سالانه رو، شهریه‌های دوره‌های مختلف رو که در سال هستش رو خدمتتون عرض بکنم که اول با این ذهنیت آشنا بشید، چون مثلا شهرهای مثل مسکو، سن پترزبورگ توی روسیه خیلی شهرهای گرونی هستن، ولی در کل برای دوره کارشناسیتون شما بین یه چیزی 80-90 هزار روبل تا تقریبا 400 هزار روبل بسته به شهرتون و دانشگاه و رشتهتون میتونه متغیر باشه. برای دوره مسترتون از تقریبا 150-60 هزار روبل تا حدود همون 350-60 هزار روبل در سال باز میتونه متفاوت باشه و دوره دکتراتون هم به همین صورت تقریبا اونم از مثل ارشد میمونه دیگه، از 180-90 هزار روبل شما در نظر داشته باشید تا حدود 340-50 هزار روبل در سال باز میتونه متفاوت باشه. نکته که هست اینه که طول مدت تحصیلش تقریبا مثل خود ایران هستش، کارشناسیش 4 سال است، ارشدش 2 سال است و دکتراش هم یه چیز 4-5 سال زمان میبره. نکته جالبی که توی روسیه هست، انقدر این کشور بزرگیه که 9 تا تایم زون داره، یعنی منطقه‌ای که اصلا زماناش فرق میکنن با هم و شما ببینید تو کجا میخواید تحصیل بکنید زمانش اوکی تر هستید که برای شما از لحاظ حالا چه روحی چه سبک زندگی هم سختی رو ایجاد نکنه براتون. معمولا اکثرا دانشگاه مسکو، سن پترزبورگ رو انتخاب میکنن که حالا میگم این مقدار هم هزینه هاش در این حال بالاتر هستش، ولی مجموعاً شما اگه بخواید یک سری رشته ها رو مثلا مثل رشته های پزشکی رو داخل کشور روسیه بگذرونید، دوره‌هاش از اروپا خیلی ارزان تر در میاد براتون. مدارکش رو خیلی از دانشگاه‌های بین‌المللی و خیلی از کشورهای دیگه قبول دارن. شاید بگم خیلی از کشورهای دیگه هستن که دارن به صورت پردیسی، به صورت مشترک داخل روسیه دوره برگزار میکنن که اینا جزء آپشن هایی هستش که شما زمانی که اونجا میخواید تحصیل بکنید و فارغ التحصیل بشید دستتون بازه برای اینکه در واقع مدرک بین‌المللی تری رو بگیرید، بتونید راحت‌تر بعداً وارد کشورهای دیگه بشید اگر مد نظرتون این باشه. روسیه حالا طبق گزارشات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD داره بیشترین جمعیت تحصیل کرده توی جهانه و خب نسبت به کانادا، ژاپن، آمریکا عملکرد بهتری رو تو این زمینه داشته. خب این نشون میده که خب چقدر لحاظ آکادمیک و چقدر لحاظ علمی اهمیت میدن به این قضیه. دانشکده‌های خیلی قوی تو حوزه فیزیک و ریاضی و علوم طبیعی داره و حالا تو زمینه آموزش برای ریاضیدانان، فیزیکدانان، شیمیدان، چه می‌دونم مهندس، برنامه‌نویس، پزشک، اینا همه واقعا جزء یکی از کشورهایی که زبان زد هستش، اگر که البته لحاظ سیاسی واقعا این امکان رو فراهم بکنه که بتونن دانشجوی بین‌المللی بیان اونجا و بعدش بتونن جای دیگه برن. یه مقدار الان تو این چند سال گذشته مقدار شرایط واقعا خب متفاوت شده، چون اوکراین هم شرایط خیلی خوبی رو داشت به خصوص برای یک پزشکان و دندون پزشکان، نه ولی خب الان با توجه به جنگ و این داستان ها اوکراین که فعلا منتفیه، ولی خب خود روسیه هم اگر در واقع به اون ثبات قبلش برگرده قطعاً پتانسیل خیلی بالا رو تو جذب دانشجوی بین‌المللی توی کشور خودش خواهد داشت. برای تحصیل توی روسیه دانشجوهای بین‌المللی، کسی که متقاضی بین‌المللی هستن، میتونن این گزینه‌هایی که الان خدمتتون عرض می‌کنم انتخاب بکنن. اینقدر تعداد دانشگاه‌ها و دوره‌هاش زیاده که اصلا دستتون خیلی بازه. 766 تا دانشگاه تو 82 تا منطقه این کشور رو شما میتونید داشته باشید، یعنی بتونید 766 تا دانشگاه مختلف رو در واقع ترای بکنید و ببینید کدومش به رشته شما میخوره و در واقع پذیرشتون رو بگیرید و انجام بدید. 205 تا رشته مختلف داره، از ریاضیات شما بگیر تا هنرهای نمایشی، یعنی دستتون خیلی بازه، هر رشته‌ای که بخواید میتونید برید. 657 تا رشته تو دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و همینطور تحصیلات تکمیلی و اینها در واقع شما میتونید داشته باشید. 657 تا رشته خب واقعا خیلی زیاده که شما میتونید اینها رو داشته باشید. اینا در واقع چیزایی هستش که آیتمایی هست که شما میتونید توی کشور روسیه، یعنی دستتون خیلی بازه برای اینکه بخواید
و انتخابی داشته باشید، تحصیلی رو بکنید، حتما یک مدرک بین‌المللی بگیرید، روسیه واقعا از این لحاظ شرایط خیلی خوبی رو داره براتون. هزینه‌های تحصیل توی روسیه کلا خیلی بالا نیست، اما باید این نکته رو در نظر داشته باشید که خیلی بستگی به رشته‌تون داره که حالا در واقع چه رشته‌ای رو می‌خواید بخونید و خب توی کدوم شهر هستش. به زبان روسی پیشنهاد می‌کنم، یعنی اصلا کلا شما اگه می‌خواید برید دانشگاه روسیه خیلی به فکر اینکه بخواید انگلیسی تحصیل بکنید نباشید، باید سعی بکنید توی 80-90% مواقع زبان روسی رو یاد بگیرید که در واقع اونجا بتونید هم زندگی بکنید هم کار بکنید. امکان کار حین تحصیل هم هست که حالا به هر حال زبان روسی هم خیلی راحت نیست یاد گرفتنش، ولی خب خیلی ها هستن دانشجوی متقاضی بین‌المللی به خصوص از ایران هم خیلی زیاد داشته توی چند سال گذشته. بخوایم بریم جلو، همونطور که خدمتتون عرض کردم امکان دریافت 2 تا مدرک دانشگاهی هم هست، یعنی روسیه اومده و یه سری موافقت نامه‌هایی رو بین خودش و 60 تا کشور دیگه از جمله اسپانیا، کوبا، هند، فنلاند، ویتنام، چین، ونزوئلا و خیلی کشور دیگه تنظیم کرده که اصلا حتی فرانسه، قبرس، جاهای مختلف که در واقع میتونید زمانی که فارغ التحصیل میشید 2 تا مدرک رو داشته باشید. از خوابگاه‌های مجهز میتونید استفاده بکنید، شرط خوابگاهی خیلی خوبی داره با قیمت‌های خیلی مناسب، خیلی ارزان‌تر از در واقع خونه و اتاق و این داستانا براتون در میاد، مگر اینکه 4-5 رفیق بشید بخواید اونجا در واقع یه خونه‌ای رو بگیرید که باز از این لحاظ براتون مناسب در بیاد. در لحاظ تفریحات و زندگی مجردی دانشجویی که اصلا قابل گفتن نیست، دستتون خیلی باز هستش، اونجا به هر حال شرایط ویژه‌ای داره یه جورایی اگه بخوایم صحبتشو بکنیم. حالا از سفرهای کلی داخل روسیه، چون روسیه کشور خیلی بزرگیه، سفرهای خیلی زیادی رو شما میتونید به شرق و غرب و شمال و جنوبش داشته باشید که خیلی واقعا میتونه جذاب باشه براتون. رنک دانشگاه‌های روسیه بالاست و تقریبا شما اکثر دانشگاه‌هاش 48 دانشگاهش رو میتونید تا زیر رتبه 300-400 ببینید. این خب خیلی نشون دانشگاه خوبی هستن. حالا خیلیشون که زیر 150 هستن، ولی حالا تا 400 اگه برید میتونید دانشگاه خیلی خوبی رو داخل روسیه ببینید. در رابطه با رشته پزشکی من خدمتتون عرض بکنم توی روسیه که خب یه جورایی توجیه مالی به نسبت داره و خب چون نسبت خیلی از کشورهای اروپایی هزینه‌تون کمتر هستش، کیفیت بالاتری رو دارید و دستتون توی انتخاب رشته تخصص‌های مختلف خیلی باز هست که میتونید از این طریق در واقع حداقل دوره پزشکیتون رو توی روسیه بگذرونید. مطلب دیگه که بخوام خدمتتون عرض بکنم، دوره کارشناسی فقط برای رشته‌های پرستاری که حدود 4 ساله است. برای تحصیل توی پزشکی کلا یعنی کادر درمان رو اگه بخوام صحبت بکنیم و کاری درمانی، رشته پرستاریش دورش 4 ساله است. برای دوره کارشناسیش برای دندون پزشکی، داروسازی و روانشناسی بالینی بین 5 تا 6 سال هستش اون دوره تخصصیش. دوره رزیدنت پزشکی تقریبا 2 تا 4 سال شما میتونید دوره‌های تخصصی گوارش و ارتودنسی و اطفال رو بگذرونید و دوره کارشناسی اینها هم کارشناسی ارشدشون هم میتونه 3 سال طول بکشه. باز این هم چیزی که مد نظر داشته باشید. حالا مزایای بحث پزشکی توی روسیه رو خدمتتون عرض کردم، اینکه حالا به هر حال هزینه‌اش پایین‌تر هستش، مدرکش بین‌المللی، دستتون توی انتخاب رشته‌های زیاد، تخصص‌های زیاد خیلی باز هستش، خیلی از کشورها اون رو قبولش دارن و خصوص اگر میخواد واقعا یه آدم متخصص بشید علاوه کار عملی، خب خیلی روسیه روی بحث کار عملی و بحث پایان نامه و بحث اینکه واقعا شما نه فقط توی آکادمیک و به صورت شفاهی بلکه عملی کامل کار رو یاد بگیرید، اینا خب خیلی مهم هستش براتون که اگر میخواد واقعا متخصص بشید روسیه گزینه مناسبی برای دوره‌های پزشکی و سیستم‌های درمانی براتون وجود داره. دوره کارشناسیش خب تعداد سالش رو خدمتتون عرض کردم، مدارکی مورد نیاز هستش همون دیپلم 12 سالتون هستش، ریز نمرات و حالا یه انگیزه نامه که شما چرا میخواید برید فلان رشته رو داخل فلان دانشگاه روسیه برای دوره کارشناسیتون بگذرونید. سعی بکنید معدل خوبی باشه، هرچند که خیلی از لحاظ معدلی خیلی گیر نیستن، ولی خب اینو میگم خدمتتون برای اینکه هم لحاظ آکادمیک اونجا خیلی بیشتر قبولتون بکنن و همین که دستتون برای بورسیه هایی که در ادامه میتونید داشته باشید براتون وجود داشته باشه. مثلا شما میتونید ترمای اول دوم رو سلف فاند بیاید جلو با هزینه خودتون بیاید، ولی اگر ببینن شرط دانش خوبی دارید، شرط خوبی دارید، میتونید قطعا از یه سری بورسیه‌ای که حالا
میتونه مثلا پارشال فاند، بخشی از بورس باشه، یا فول فاند هم بهتون تعلق بگیره. کارشناسی ارشد هم خوب باید مدارک کارشناسیتون رو داشته باشید، پایان نامه و ریزه نمراتتون رو داشته باشید، یا انگیزه نامه حتما داشته باشید، 2 تا توصیه نامه از استاد داشته باشید. اینم خیلی کمکتون میکنه. توصیه نامه های اساتید تو دوره کارشناسیتون تاثیر میذاره برای اینکه آفیسر راحت‌تر متقاعد بشه که برای ارشد شما میخواید اقدام بکنید. و اما در نهایت برای دکترا تقریبا بین 4 تا 5 سال این دوره دکترا طول میکشه و خب حالا اون هم باز بسته به این داره که چه علومی رو بخواید، چه دانش رو بخواید بگذرونید. معمولا من خودم خیلی دیدم که بیشتر علوم پایه مثل ریاضی فیزیک رو میرن تو روسیه میگذرونن و خب یه جورایی حالا به هر حال خیلی شاید برای کارهای تخصصی، رشته‌های مهندسی، رشته‌هایی که خیلی بیشتر پرکاربرد هستش، خیلی در واقع روسیه کشور مناسبی نباشه، ولی برای علوم پایه واقعا شرطش خیلی خوب هستش. در رابطه با بحث محدودیت میشه گفت تقریبا هیچ محدودیت خاصی نداره، یعنی دستتون بازه. تو هر سنی که باشید دانشگاه روسیه معمولا با آغوش باز پذیرای شما هستن. و جالبه همینطور معدل من فقط بیشتر برای بحث بورسیه و کمک هزینه خدمتتون عرض کردم، و الا کلا خیلی در واقع روسیه بیشتر دنبال اینه که دانشجو بین‌المللی بیاد اونجا و بخواد هزینه بکنه. اگر بخواید بدون مدرک زبان در واقع تحصیل بکنید توی روسیه، باید این رو بدونید که این امکان وجود داره، اما باید به یکی از زبان‌های انگلیسی یا روسی تسلط کامل رو داشته باشید. حالا مدرکش ندارید اوکی، ولی تسلط کامل رو داشته باشید. خیلی از دانشگاه‌های روسی دوره‌های 1 ساله آموزش زبان روسی رو میذارن. من که اصلا کلا پیشنهاد می‌کنم حتما اگر می‌خواید این کارو انجام بدید باید حتما در واقع زبان روسی رو یاد بگیرید، خیلی دنبال زبان انگلیسی نباشید. و خب این شاید کار شما رو برای بعداً سخت بکنه دیگه. اگر بخواید تو ادامه وارد کشورهای دیگه بشید، خب زبان روسی اینجا درس خوندید، یاد گرفتید و حالا بعداً می‌خواید مثلا توی کشور آمریکایی مثلا اونجا زبان انگلیسی بخونید، شاید یه مقدار کارت سخت بشه. اینا رو حتما باید تو آنالیزهای برنامه‌ای که دارید برای خودتون در نظر داشته باشید. مدارک لازم برای تحصیل هم یکی از چیزایی که خیلی جالبه، من حالا تک تک مدارک رو خدمتتون عرض می‌کنم. شما برای تحصیل توی روسیه، برای اینکه بخواید ویزای تحصیل بگیرید 5 تا مدرک رو باید داشته باشی. اولش خب اون فرم درخواست پذیرشتون هستش که داخل وبسایت دانشگاه هست و میتونید پر بکنید، پذیرش دانشگاهیتون رو داشته باشید. مدرک دوم بحث پاسپورتتون هست که خب اونم دیگه هر کسی بخواد اقدام بکنه طبیعتا پاسپورتش رو میگیره. بحث بعدی که شما باید داشته باشید اون مدارک تحصیلی و ریز نمرات قبلیتون هست که باید به زبان روسی ترجمه بشه. مطلب بعدی بحث مدارک پزشکیتون هست که باید یه گواهی سلامت پزشکی داشته باشید و یه گواهی عدم ابتلا به بیماری HIV. این رو هم باید مد نظرتون داشته باشید که به مشکل بر نخورید. بریم جلوتر. معمولا ویزای تحصیلی به مدت یعنی طول 90 روزه صادر میشه، 2-3 ماه طول میکشه این پروسه بررسیش و اولش یک ویزای 90 روزه به شما میدن و زمانی که این ویزای 90 روزه به شما داده شد این قابل تمدید هستش و شما باید به اداره امور مربوط به مهاجرت رجوع بکنید و اونجا برید درخواست ویزای 1 ساله بدید و در واقع برید جلو دیگه، در واقع تمدید بشه ویزاتون رو، بتونید علاوه اقامتی هم مشکل خاصی نداشته باشید. به صورت پارت تایم میتونید کار بکنید، به صورت نیمه وقت مشکلی از این لحاظ نداره. تحصیل رایگان توی روسیه شما من اینکه بخواید از بحث‌های بورسیه استفاده بکنید، من اینکه بخواید بورس بشید، اگر بورس بگیرید میتونید تحصیل رایگان داشته باشید که تعداد بورسی‌هایی هم که داره میده دولت روسیه به خصوص تو سالهای 2018 19 20 خیلی زیاد بوده. یعنی اینها شرطی هستش که خب میتونه کمک هزینه شما باشه که حداقل بخشی از زندگی شما رو اونجا پوشش بده، چون یه مقدار باز هم شاید کار کردن توی روسیه خیلی کار راحتی نباشه، ولی خب به هر حال اینو مد نظر داشته باشید. هزینه های تحصیل اگر بخواید در نظر داشته باشید، حالا بحث به شهرتون متفاوته، ولی کلا اول هزینه زندگی رو خدمتتون عرض بکنم. باید متوسط شما بتونید سالانه حدود $10,000 رو هزینه بکنید، تقریبا ماهی 800-900 دلار رو شما باید بتونید هزینه بکنید که حالا بسته به رشته‌تون این میتونه هزینه‌های زندگی و هزینه‌های دانشگاه تفکیک بشه و حالا این متوسط 10,000 تا هست، میتونه برای بعضی رشته‌ها بعضی شهرها 6-7 هزار تا بشه، برای بعضی از رشته‌ها در واقع شهرها بره تا 13-14 هزار دلار. برای همین این رو خیلی مد نظر داشته با چی میگم بهش، با در واقع دانش خوب و تحقیق کامل اقدام بکنید. به هر حال اگر دارید روسیه رو انتخاب میکنید باید بدونید که
در واقع چه شرطی داره که وقت حالا بعدا به مشکل بر نخورید دیگه، چون حالا شرط ادامه داره توی خیلی از کشورهای دیگه با توجه به قراردادی که میگم روسیه با بیشتر از 60 تا کشور بین المللی و خوب دنیا یه جورایی، حالا بجز شاید بگم 10 تا دونش، ولی با حداقل 50 تا کشور بزرگ دنیا علاوه آکادمیک قرارداد داره و میتونید شما تو ادامه برید اونجا هم تحصیل بکنید. پس بهتره که با آگاهی این کار رو انجام بدید، هم هزینه ها رو کامل بدونید، همینم که بدونید که اگر دارید به زبان روسی تحصیل میکنید اونجا بعدا به مشکل بر نخورید. هزینه های زندگی رو حالا اگر بخوایم خاص بهش اشاره بکنیم که در واقع تقریبا ماهی 300-400 دلار حداقل کفش رو باید در نظر داشته باشید که اجاره هم شاملش میشه 300-400 دلار در ماه، که خب این باز میتونه اگر توی خوابگاه ها باشید یه مقدار هزینهش کمتر بشه براتون. مابقیش هم دیگه هزینه های تحصیلتون هستش تو اون 7,000 تا 10,000 تا که خدمتتون عرض کردم، اینها البته اون سالانه بود خدمتتون عرض کردم دیگه. این تقریبا ماهانه تقریبا 400-500 دلار 300 دلار بسته حالا به نوع زندگی هر دانشجو شهر و ایناش میتونه متفاوت باشه.